درود در ادب. این کلیپ به درد هم همکارا میخوره، مکانیکا، هم تراشکارا، هم کسایی که پراید دارن و به قول معروف گیربکس باز کردن. گیربکسی که باز میکنیم توی 90% مشعلیا گیرن، خالشان گیر در نمیاد بیرون. حالا میارن معمولا میزن تراشکار از اینجا میبردش، هم اینور هم اونور میبره، درش میارن، هم یه هزینه میگیره، هر طرف فکر کنم 400-500 هزار تومان میگیره تراشکار میبره، خودش هم 1,200,000 هزار تومانه، یعنی دو طرف میشه حدوداً چیز اولش 3 میلیون تومان هزینه بابت یه گیربکسی. بهترین حالتش همینه. مشعلیایی که گیر کردن میانین یه پیچی جوش میکنین قد مشعلی، ببین یه پیچی 2 تا خالا نجوشی خالی مجه خالومه، یه مهره بهش میبندیش به پولسکشت. پولسکش ماشین های قدیمی نگهش دار پوریا. ببین 2 تا ضربه میزنید در بدترین حالت، میگه خیلی حالش خرابه. ببین در بدترین حالت چند تا ضربه بزنی ول میکنه. هم کلی از لحاظ وقتی بهتون کمک میکنه، تایمتون نمیگیره، هم از لحاظ مبلغی برای مشتری حداقل 3 میلیون تومان به نفع داره. امیدوارم که به کارتان اومده باشه و استفاده کرده باشین. بدرود.